علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال دیگری که پرسیدن این که میگن که داماد و عروس را تنها نگذارید که جن یار و همراه اونها میشود. آیا این قول صحیح است؟ البته تنهایی به طور عموم اگر بگیریم خوب نیست، هم از نگاه شریعت و هم از نگاه عرف. در حدیث میاد که الشیطان من الاثنین ابعد، شیطان از دو نفر دورتر است. یعنی وقتی شما 3 نفر میشید باز شیطان دورتر میشود، 4 نفر میشید دورتر میشود. البته تنهایی شاید که یک خوب نیست از این جهت که شاید که یک درنده میاد و یک دزدی است یا یک چیزی که سبب میشود که انسان میترسد یا که براش اون ضرر میآید. از این خاطر تنها نباشد، این اولو و بهتر است. این به طور عموم است، نه تنها فقط برای داماد و عروس. اما این که همین نظر را گرفتن و فقط تنها برای داماد و عروس ایرا نسبت دادن که فقط تنها باید همینها و تنها نباشن و به این مفکوره آمدن و به این نظر آمدن، این همی خودش صحیح و درست نیست. این چیزی است که از نگاه شریعت هیچ ثبوت شرعی وجود ندارد، هیچ دلیل بر این نظری نیست. یا اینکه همچنین نظرهایی است که کسی که اگر فرزنددار شید تا 40 روزه باید که تنها نباشد، یا که همسردار شید همچنین قولی هست که باید 40 روز تنها نباشد، یا که 40 روز باید که میگن 40 بپاید در خانه مادرش کسی فرزنددار شده و تنها باید نباشد. همچنین یک خرافات و اعتقادها و نظرهایی که هستند که بر اینها هیچ حجت از قرآن و سنت نیست. بارک الله فیکم.